سالانه ده ها هزار بیمار از بحر بیماری های گوناگون برای درمان به بیرون از کشور به ویژه هند، پاکستان و ترکیه می روند. اما دکتران در شفاخانه های دولتی کشور مخالف درمان بسیاری از بیماران در بیرون از کشور هستند. اینجا شفاخانه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل است. دکتران این مرکز درمانی میگویند که اکنون سطح خدمات پزشکی بالا رفته است. این یک مریضی است که در اثر ضربه معروض به پاره شدن منی است، یعنی غضروف است که در داخل مفصل است، وظیفه بسیار مهم داره. ما ایره عملیات میکنیم. اینجا اتاق عمل جراحی است و جراحان نیز آستین برزدند تا این عمل جراحی را موفقانه انجام بدهند. من اکنون جریان عمل جراحی یکی از بیماران است که در شفاخانه وزیر اکبرخان توسط پزشکان بخش استخوان صورت میگیره. اینا میگن که این عملیات خیلی پیچیده است، ولی به اساس که امکانات طبی بیشتر و بهتر حال تشخیص شده است بیمارستان به گونه بسیار عادی و آسان صورت میگیره. این دکتران میگویند که با دسترسی به وسایل و تجهیزات عصری پزشکی می توانند بهتر از گذشته بیماران را درمان کنند. اگر ما بخوایم که عملیات باز بکنیم، ضرور است که بر از او دسترسی به اوجه ما از شقهای جداگانه تقریبا 2 یا 3 شق جداگانه اجرا کنیم. محمد نعیم که بیماری استخوان دارد اکنون زیر تیغ جراحان خوابیده است. این مرد چند پیش برای درمان به یکی از کشورهای بیرونی رفته بود، اما درمان نشد. در پاکستان هم وقتی رفتن مریض بعد از اینکه تکمیل معاینات شده براشون پیشنهاد شده که ما در این شفاخانه براش پیشنهاد کرده بودیم. در فعلا مریض در عملی جراحی است، پاکاری میشه، باز در قدم بعدی دیده میشه که برای مریض چی کنیم. از همگی ما راضی هستیم، باید راضی نداریم. اون مشکل ما البته پای ما زیادتر مشکل داره. این دکتران میگویند که درمان یک بیماری جدی استخوان تا 25,000 افغانی هزینه برمی‌دارد، در حالی که این بیماری در بیرون از کشور تا به $10,000 هزینه نیاز دارد. در کشورهای خارج توتال پروتزی که تطبیق میکنند در حدود $10,000 است. سهولت ببینید که در کشور ما برای مردم ها چقدر این در افغانستان با 500 افغانی تطبیق میشه، $500. تمام خدمات رایگان است. فرستادن بیماران به بیرون از افغانستان به اقتصاد این کشور صدمه وارد می کند. مواطنان ما میتونن که با مراجعه به شفاخانه خدمات بسیار خوب را اینجا دریافت بکنن و از تداوی‌های نادرستی که مثلا توسط شکسته‌بندها صورت میگیره جلوگیری شود و دیگه از سرازیر شدن مریضای افغانستان به پاکستان و هند و کشورهای دیگه که در حقیقت یک زیای پول و منابع مالی افغانستان در بر داره جلوگیری شود. اما شماری از شهروندان کشور به این باور هستند که هنوز هم خدمات بهداشتی به گونه معیاری در کشور ارائه نمی شود و حتی در بخش‌های دوردست مردم به خدمات ابتدایی بهداشتی دسترسی ندارند. برخورد نادرست شماری از دکتران با بیماران و بیمارداران، وجود فساد و نبود دکتران مسلکی از چالش‌های دیگری در سکتور بهداشت افغانستان گفته می شود.